دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عریضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیران وکیلان پارلمان و یا ورخونا ردا بررسی می‌کنند. پیشتر از این دو معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه‌های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولبا دیپلماتی 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می‌رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. Осінь буде надзвичайно важливою для України. تیر ماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود. Іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیستی اوکراین هم از مقامهایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیر ماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه‌های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پالتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.